با گذراندن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است و اعلان سال 2025 همچون سال فرهنگ کتابخوانی در ولایت ختنون زمینه‌های رشد در سمت کتاب و کتابداری افزوده است و مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی به نام شمس‌الدین شاهین با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختنون تجدید و از نو سازی گردید و طبق اطلاعات در مؤسسه مذکور بهترین دستگاه‌های زمان معاصر فراهم می‌باشد. خصوصاً ذهن صنعی و تشریف آوردگان می‌توانند از آن برای دریافت اثرهای لازمه خویش با ثمر استفاده نمایند. با اشتراک رئیس ولایت ختنون دولتعلی سعید و رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت، مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختنون به نام شمس‌الدین شاهین پس از بازسازی به استفاده داده شد. کتابخانه در دایره نقشه چهاربینی‌های سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی در ولایت ختنون با دستگیری و مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختنون و تشکیلات جمعیتی جمهوریوی جرأت در دو مرحله با مبلغ 3.5 میلیون سومانی پورا تعمیر و از نوسازی می شود. در نتیجه این بازسازی کامل کتابخانه به یک مرکز معاصر اطلاعاتی تبدیل یافته در شعبه‌های نو اتوماتیک‌کنونی خدمت‌رسانی 20 عدد کامپیوتر با دسترسی شبکه اینترنت نصب گردیده است. اینچنین 200,000 کتاب‌های الکترونی برای خوانندگان آماده شده کتابداران می‌توانند کتاب‌های ضروری را طریق سیستم رقمی دریافت و استفاده نمایند. شروع کرده از همین روز ما کتابخانه الکترونی رو به سیستم رقمی تبدیل دادیم. هر یک خواننده میتواند هم از کتاب و هم از سیستم الکترونی استفاده برده میتواند و آن کتابایی که اگر در کتابخانه الکترونی نباشند هر یک خواننده میتواند از سیستم الکترونی یعنی زیرکش کرده استفاده برند. هدف از این کارهای آبادانی و سازندگی احیای سنت‌های کتابدوستی خلق تاجیک و جلب نسل نورس به مطالعه، تشکل مهارت و ملکه‌های بهترین خوانش، بلند برداشتن فرهنگ اطلاعاتی جوانان، ارزش‌گذاری به میراث نیاگان و تربیت وطن‌دوستی نسل نورس، جلب اهالی به آزمون‌های جمهوریوی از جمله فروغ صبح دانای کتاب است و تشکیل محفل‌ها، نمایشگاه‌های کتاب و برنامه‌های معاصر فرهنگی و معرفتی میباشد. در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک دارم و همچون غالبی دوری ولایتی آزمون بوده منتداری خودم را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما این گونه شرایط ها مهیا ساخته است. امروز با گشوده شدن این کتابخانه ما امکانیت داریم که تمام کتاب های به خودمون لازم را دسترس نماییم. سیستم کتابخانه یگان از سیستم در جمهوری است که در مرحله دوم توسط ذهن صنعی فعالیت کرده هر یک خواننده به ممنوعیت از آن استفاده برده میتواند. این گونه لایحه بار اول در تاجیکستان عملی میگردد و تجربه آن در آینده برای کتابخانه‌های دیگر منطقه‌ها نیز تطبیق خواهد شد. رئیس ولایت ختنون دولتعلی سعید تاکید نمود که دستگیری سوحه فرهنگ و کتابخانه‌ها یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت میباشد و از خوانندگان دعوت نمودند که از امکانیت‌های فراهم گردیده برای بلند برداشتن سطح معرفت و فرهنگ جامعه ثمرناک استفاده برند. مراسم افتتاحی کتابخانه بعد بازسازی با شناسایی مهمانان از تالارها، امکانیت‌های نوی رقمی و نمایش کتاب‌ها ادامه یافته در آشیانه دوم مراسم شناسایی برنامه یک خوانش برگزار گردید. رئیس ولایت ختنون دولتعلی سعید ابراز نمود که این طرز خدمت‌رسانی در تاجیکستان تجربه نو است و آینده باز نقشه داریم که در دیگر مؤسسه‌ها با دسترسی تجهیزات و تکنولوژی معاصر سطح خدمت‌رسانی را در نظام معاصر ذهن صنعی بهتر به راه مانیم.